بوی گل سوسن و یا تمنایم از بهاران فنون از نمنایم جان بزنه رفته باد روی من آمد رهبر محبوب غم از سفر آمد بوی گل سوسن و یا تمنایم از بهاران فنون از نمنایم جان بزنه رفته باد روی من آمد رهبر محبوب غم از سفر آمد یا ساسان یا ساسان هنوزم شوکه از این عشق محکم نتیجه یه گفتگوی با تو میشه لکنه زیبای سیرتت مثل صورتت میمونه و دیرای صورتت همه رو سر جا مینشونه منو میکشونه به طرفت خواستی منو عاشق کنی رسیدی به هدفت ولی تو رو قسم میدم به شرفت که پیش قاضی نری یه طرفه وگرنه عمر منو تو طرفه حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نذار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار حالا بدون تو نمیتونم من یه لحظه باید تو بمونی بذارم من دست داره بی تو سرد دست خستم پس تو حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نذار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار تو باید قول بدی که تا آخرش پام وایسی منم قول میدم بشم کسی که تو خواستی ای یاز همه یه حرفا رو زدی بدون کم کاستی نه راستی از حرف دلم خیلی مونده که بخوام خودم رو خالی کنم میخوامت حالی کنم که تو دیگه باید فقط باشی مال خودم نذاری از نبود دوری تو ناله کنم بس تو میدونی چی میخوام حالا اصو بس اصنو رو به روم بشین و منو خوب ببین و عشق توی چشم واسه یه تو کره کمین و همه روی زمین و ما تو آسموناییم و اینو بدون عزیزم هنوز ما اول راه واسه یه بودن با تو ما که پایین من واسه تو واسه من ما دوتایی حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نذار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار حالا بدون تو نمیتونم من یه لحظه باید تو بمونی بذارم من دست داره بی تو سرد دست خستم پس تو حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نذار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار
یاسرم یه قاصدم که آزمم واسه حرف تازه تر که لازمن واسه رپ 1.5 سال که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد آزمم باس برم میبینی تیک دارم رو پیشرفت صلح من تو 6-7 صبح بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند ذوق من یه مسافرم که تو کشور مجاورم ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم این داره به مش میزنه فکر میکنم بهم خوش میگذره شهر فرنگ اون بر آب از دور دست بهتر و خوش تیپ‌تره حرفام اینه عینک تو واضح ببینی پازل بچینی حاصل بشی تو واسه یه چیزی واقعیت که یاسر کشی رقمی تو باک ندارم به احدی باش ندادم از احدی باک ندارم رو سرم الکی تاج ندارم من واسه این نخوندم که حق فیت بیشتر بدن بذار تو بشینن پای نقد فیلم پیشرفت من تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت پسادن یعنی فورا فرصت افتادم بعد زود از قدرت افتادم من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من وجدانن تو رپ مولوی استادمه خونم جوهر خودکارمه دست رو واکن با من آنن اینو میدونی که من تو با هم دنیا توی مشتمون من قدرت کلمه رو باور دارم میرم بی حد و من میرم تا فتح رپ دوباره همینو بگو تو دست رو واکن با من آنن اینو میدونی که من تو با هم دنیا توی مشتمون من قدرت کلمه رو باور دارم میرم بی حد و من میرم تا فتح رپ بهم میگی محافظه کارم تو رپ ملاحظه دارم بگو به کجا رسیدن اونایی که فاز مبارزه دارن همه پخش و پلا یه سری که نشه خراب یه سری که دنبال بچه عروسکا با کفش طلا میگی من واسه شهرت میخونم میگی من واسه شهرت میکنم وقتی که میگی دیگه شرکت میدونم اون وقتی که شرکت میکنم من رویا بافم ولی تو رویام عمیقم چون هرچی که توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد فکر من اینه که چقدر فاصله داریم از مرکز مقصد این همه معدن و مقصد این همه هستن مقصد ولی وقتی که دورت دیواره دورت پر بیکاره شدی از این دور بیزار